Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barodaroни qandon, javonoyi muhtaram, chi gufani hastam? Mana in sherbachar. Chi nom dora ish? Sherbachar chi nom kardi? Mana ina sherbachar Abdurahmon nom karda modarosh. این شیربچه پدری نامحترمش پرتوفته گیو در گم گوشی نیست. خودت کی شما را که دوودا کرد؟ دوودا کردن تمام. خدا نگهدارش. من این ایرکو من این مادر من این من شیربچه رو نگاه کنه پاتروخ چکل شیربچه برای همین برادرها هر یکی با ما نویره میشه، هر یکی با ما فرزند میشه، هر یکی مادر با ما خواهر میشه. ما چقدر پسی بلندی و زندگی رو دیدیم. پگه این را خداوند حلال میکنه، نه که این خاطره هایی که هست، این عذاب‌هایی که مادرش کشیده با این پسرچه نقش میبنده. پدری نامحترم صدقه هم که فرزند شوی. فهمیدی؟ من نگاه کرد این ترمی و وسیله اونو مادرها چی میتونی هستن؟ مادرها اراده مستحکم باید داشته باشیم. برای بخت خود باید مبارزه بریم، باید بخت خود رو بخپیم، باید به هر یک نوجوان مردا حتی سخن نگوییم. فهمیدی؟ من نگاه کرد چقدر به مادر چقدر کینه برای همه حاضر در من اینی در مدید و در ایرپورت نمودر حاضر با خوجان بسیل نکنین. خدا خواهد انشاءالله با هم خدا رفته بخت کشه بومی و هیچ وقت فرزند یک کس این راه نکنین که فرزنداتون این راه نکنین. مزن دری کس رو با انگوشت که میزنن درد رو با موشت. این مادر بسیار عذاب کشید، بسیار اذیت دید و دیگه مادر باید درد شود. کسی که همین فریب میکند شما از جنایت حدود گرفته هستین، فردا روز قیامت بالای شما این زنها این مادر رو دعوا میکنند. فردا روز قیامت دعوا میکنند. این مادر برداشت میکنند، شب خواب نمیرود، روز خواب نمیرود، یک تکنونه به دهن کودکش میمونه. شما خدا بترسین نوجوان مردا. من این مردهایی که زنها رو مادر رو نیمی راه میکنن، من شما رو ناجوانمرد اعلام میکنم. ناجوانمرد هستین شما. وقتی که تمام زندگیش به تو میبخشد، تمام حیاتش به تو میبخشد، لایق داره که نیمی راهش کنی. فنا بسیاره ما این مادر انشاءالله به همه خدا خطی کمک الله، کمک من و برادرها بابا جان 88 روز سیل کردیم. خودی دست من سوش میکنیم میره باقی در قانون الله باشه. باید جوانمرد باید شیم، جوانمرد شیم. قدر مادر را قدر خواهر را باید دونیم. گپو بسیار زنده باشیم.